اصفهان از قدیمی‌ترین و تاریخی‌ترین شهرهای ایران به شمار میره. صنعت نساجی هم که از قدیم الایام از پایه‌های اقتصادی این شهر بوده. در سده گذشته اصفهان معدن کارخانه‌های پارچه و بافت‌های ایرانی بوده که روزانه کارگران زیادی در این کارخانه‌ها رفت و آمد داشتند و از این راه امرار معاش می‌کردند. اینجا در اصفهان شاید خیلی ها دوران ابتدایی این صنعت رو به خاطر میارن. ایران روز خوبش حدود 200,000 تن تولید پنبه داشته. هنر نساجی در ایران تاریخ چند هزار ساله داره. اما من به دنبال رد پای صنعتی شدنش میگردم.